الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله سبحانه وتعالى ودرود بپایامبرمون محمد صلى الله عليه وسلم. برادر ثبت را برای من رای کردن. در این ثبت مولوی بختری به لقب اژدهار به موحدین و اهل توحید و مسلمان ها تهمت زده هستند، به اهل توحید تهمت زده هستند و از زبان این شخص کفری و شرکیات جوش میزند و تهمتی که خشک خالی هست برای تمام اهل توحید تهمت کرده شده است و بنده میخواستم برای این ثبت های سخن های مولوی بختری رد بزنم، زیرا اینکه هر سخنی که این دارد اعوذ بالله من ذلك سخن های این شخص همش خالی از سخنهای حق است، یعنی فقط و فقط تمام سخنهایش باطل است. در بعض سخنهایش شرکیات است، در بعض سخنهایش کفریات است، در بعض سخنهایش بدعت و خرافات است. بارک الله فیکم. بیایید یک جای سخن این شخص را گوش می اندازیم که چی میگوید. الصلاة والسلام على نبی الکریم. اما بعد دوستان و سروران گرامی، خصوصا جماعت المسلمین، حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الدین و النصیحه، دین سراسر پند و نصیحت است. امروز ما پند و نصیحت بر جوانان شریف و غیر تاجیکستان و مردم تاجیکستان مراجعت دارم که الحمدلله که ما در دین اسلام هستیم و از محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنیم و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه امام عزیز هستیم و در مذهب خود یقین و مستحکمین. مولوی بختری الله هدایتش بکند میگوید که من میگوید الحمدلله، یک ما میگوید الحمدلله در دین اسلام هستیم و در مذهب امام ابو حنیفه هستیم میگوید. البته بختری، البته شما در مذهب امام ابو حنیفه نیستید. برای چی گپ دروغ میزنید؟ سخنهای دروغ از زبان شما جوش میزند. شما رو من اثبات میکنم که در مذهب امام ابو حنیفه نیستید. برای چی؟ برای اینکه شما عقیدتا اشعری ماتریدی هستید بختری و آن مذهبی که امام ابو حنیفه رحمه الله دارند و گفتند که در هر جایی که حدیث صحیح را دریافتید این مذهبی من است گفتند. در هر کجایی که حدیث صحیح را دریافتید این مذهبی من است گفتند. شما عقیدتا اشعری ماتریدی هستید که تمام صفاتهای غیر 7 صفت الله، دیگر صفاتهای الله را انکار میکنید، علو الله را انکار میکنید که امام ابو حنیفه رحمه الله در فقه ابسط میگویند که هر کسی که الله را بالای عرش نداند البته او مسلمان نیست گفتم. و شما گفتید که من در مذهب امام ابو حنیفه هستم و امام ابو حنیفه در کتابشون شما را تکفیر دارند. چی گونه ما شما را باور کنیم که شما در مذهب امام ابو حنیفه هستید؟ دروغ گفتید. شما در مذهب امام ابو حنیفه نیستید. بارک الله فیکم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند رضیت بالله ربا و اسلام دینا و سیدنا محمد نبینا و رسولا. اگر نظر کنیم خواندن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا خوانده شده است. چگونه خطا خوانده شده است؟ این گفته شده است که رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا میگه و بالاسلام دینا. بختری بسیار خطاگی داری در مثلا بعضی از نوارهایی که تو داری، مثلا برادرها رایی میکنن، من نظر میکنم قرآن رو خطا میخونه بختری
و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خطا خونده شده و الان هم خطا کرده. و بالاسلام دینا، و بالاسلام دینا نه، و بالاسلام دینا و بمحمد سیدنا نه. سیدنا شما از خودتون زیاد کرده شده که این نوآوری است در دین اسلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یعنی شما سخن بدعتی زده شده. و بمحمد نبی و رسوله، و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسوله. سبحان الله. هم در شما در خواندن قرآن، در خواندن حدیث خطا میکنید و هم در عقیده خودتان در شرک و کفر و غلط زده هستید. ما این سخنها را بختری فکر نکنین که این سخنها را من برای شما از سببی که اعوذ بالله من ذلك به الله پناه میبرم، اولا که گویا که شهرت پیدا کنیم یا که مثلا دیگر چیز. اعوذ بالله یک ذره نداریم، فقط خالص از برای الله تعالی، برای دینش، برای خودش خالص هستیم که همین دعوتی ما اگر چندی که کم باشدم رسد، همین خدمتی که ما کرده ایستادیم در راه خودش قبول کند الله. ما این رو نمیخواهیم که مثلا به یک رد زدن یک شخص ما مثلا خودمون رو تعریف بکنیم. الله المستعان. پناه به سوی الله میبریم. شما بعضی نوارهایی که دارید گویی که شما من امروز پاپولار شده ایستادیم، من امروز مرا همه مثلا شناخته ایستادیم، شما بغض و حسد میکنید، میگوید خطا میکنید. این بعد الظن اسم، این گمان شما است که الله سبحانه و تعالی میگوید که بعضی از گمان ها گناه است. بختری گمان بد نکنید به اهل توحید. اهل توحید فقط میخواهد که مردم تاجیک، مردم فارس حق را دریابند و هوشیار شوند که امروز علمای بد، علمای سو اینها را فریب داده ایستادند. ما راضیم که رب ما پروردگار است و راضیم که دین ما دین اسلام است و پیغمبر ما پیغمبر مشفق مهربان عالی قدر دین اسلام جناب مولانا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و شما گفته ایستادید که پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. شما سبحان الله شما خیانت کرده هستین در دین محمد صلی الله علیه و سلم. من حیران میشم امثال مانند شما کسانی که دعوت میکنند میگویند که محمد این پیغمبر ما، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم فرض کنیم که در همین دنیا میشد برای شما نگاه نمیکرد. سبحان الله. شما در دین محمد صلی الله علیه و سلم خیانت کرده هستین، خائن هستین شما در دین اسلام. بختری نکنین انسانها را، بندگان الله را به سوی دوزخ، به سوی جهنم دعوت نکنین. به سوی حق دعوت بکنین، به سوی توحید دعوت بکنین. برای شما در نوار شما یگان خیل درباره الکفر بالطاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت، ترک شرک، ترک کردن شرک، به سوی توحید یک موضوع درباره لا اله الا الله ندارید. بختری فقط دل ما اهل توحید، طالب علمای اهل توحید میخواد که چنین علمای بد، داعی های بد امثال شما هدایت یابد و راه حق را پیش گیرد، دین الله را نصرت بدهد، دین رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصرت بدهد. ما همین قدر از شما خواهان هستیم و همین را ما از الله دعا میکنیم که شمایان را الله توبه نصیب بکند و بعد از این حق را بیان کنید و شما هم برادر ما حساب شوید. ما شما را برادر میگوییم بعد از این. تا آن دمی که توبه نمیکنید، حق را بیان نمیکنید، شما برادری ما نیستید. بختری سبحان الله، از الله بترسید. شما در دری جهنم نشسته تمام مردم تاجیک را به سوی جهنم دعوت کرده شده با این عقیده باطل، با این عقیده شرکیات و کفریات. بختری از الله بترس، نکنی این کارت را. افراد پیدا شده که از روی کبر و ایناد و بغض و عداوت و بخیلی و دشمنی گرگ در لباس گوسفند بر مذهب ما و شما سنگ میزنن. الله اکبر،
الله اکبر. اینها افراد برآمدی‌اند که بغض و کینه و عداوت دارند. باور کنید فقط بغض و کینه و عداوت ما فقط به خاطر اسلام است، فقط به خاطر الله است. برای چی؟ برای اینکه شما در شرک غوطه زده هستین و ما بری هستیم از شمایان. سوره ممتحنه آیه 4 یا 5 نظر کنید. ابراهیم علیه السلام گفتند إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بختری تا اون دمی که یگان الله را بختری یگان الله را پرستش نکنی و قانون الله را قانون ندانی و عقیده درست از شرک و کفر پاک نشوی، ما بری هستیم، بیزار هستیم. و تا اون زمانی که الله یگانه را یکتا دانید، بعد از آنی که الله را یکتا دانستید توبه کردید، بعد از این برادری ما حساب میشوید. مشکلی نداره. ما میدونیم درختی که پر از میوه و ثمره او را سنگ میزنن. امروز در سراسر دنیا ببینید جوانان محترم، تمام مذهب، تمام مسلمان ها با 4 مذهب ادله و اربعه که اهل سنت و جماعت مذهب حقن، از همه زیادتر مذهب ابو حنیفه رحمت الله پیروی میکنن. بله، شما که گفته ایستادید که تمام دنیا، تمام مملکت ها میگن بنام هستن اینها. خیر، حقیقتا آنها مانند امثال تو، مانند تو، یعنی در مذهب امام ابو حنیفه هستن، لیکن حقیقتا نیستن. حقیقتا عملی و تطبیق کرده نمیشود مذهب امام ابو حنیفه را. بختری تو خطا کرده شده. این گمانی تو است که مثلا یعنی بنام فقط دیگر مملکت ها بنام مذهب امام در مذهب امام ابو حنیفه هستند، اما حقیقتا مانند گوییم تاجیکستان خود ما که مانند میگویند که ما در مذهب امام ابو حنیفه هستیم، لیکن اگر حقیقتا در مذهب امام ابو حنیفه مسلمان ها عمل میکنن، اینها رو میگیرن زندانی میکنن. نگویید شما در مذهب امام ابو حنیفه نیستین. فریب نتین، مردمان رو فریب نتین. تاجیکستان عزیزی ما و شما، ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان و افغانستان و زاهدان و پاکستان، ترکیه، همه یا حنفی مذهبند. عراق مذهب ابو حنیفه. بله، در مذهب امام ابو حنیفه است، لیکن حقیقتا در او مذهب امام ابو حنیفه تطبیق کرده نمیشد، عملی کرده نمیشد. مانند شما بین عملی نمیکنند. میگوید که من در مذهب امام ابو حنیفه هستم، لیکن دیگر کارهای شرکیات و کفریات و عقیدتا مثلا در مذهب اشعری و ماتوریدی هست. چندین عالمان و دانشمندا از این مذهب پیروی میکنن. امروز افرادی پیدا شدن با مانند اسکندر مدنی، عبدالظاهر دایی و عقیده خود صحیح و درست میدونن و عقیده ما را باطل میدونن که نادرسته، در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه. عقیده او باید برون عقیده بخونن. بله، شما اونجا گفته ایستادید که عقیده عبدالظاهر داعی و ابو محمد مدنی و دیگر علماهایی که هستند که الله سبحانه و تعالی تمام آنها رو حفظ بکند، زیرا آنها حق را رسانیدند و مردم، بسیاری مردم بیدار شده ایستادند. و شما میگویید که اینها در عقیده درست نیستند. حتی شما در همین نوارتان کافر گفته ایستادین. شما کافر گفته ایستادین و کسانی که مثلا عبدالظاهر داعی و دیگر علماها، ابو محمد مدنی و دیگر کسا را که گوش میکنن، شما اینها را کافر گفته ایستادین. یعنی شما در عقیده شما هم عقیده خوارجی وجود دارد، در عقیده شما هم عقیده جهمی و مرجعی وجود دارد. بختری شما صفت خوارج دارید که به دلیل، به حجت تکفیر کرده شدید. شما کافر گفته شدید. فهمیده شدید؟ بختری شما کافر گفته شدید. به دلیل حجت ندارید شما، لیکن ما حجت داریم که شما در عقیده اشعری ماتوریدی هستید. الله را بالای عرش بنمیدانید. این 7 آیه قرآن است. الله بعد از آنی که زمین و آسمان آفرید،
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. شما الله را در همه مکان میدونید، در داخل حجره، در داخل خانه، در داخل دنیا، در داخل سنگ، در همه جا، در دل انسان میدونید. شما با این سخن با مذهب امام ابو حنیفه کافر شده هستید که امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که الله بالای عرش است و الله در 7 آیه قرآن در 7 سوره میگه که الله بعد از آنکه که آسمان و زمین آفرید بالا بر عرش. دیده ایستونید که کی بوده است اکن؟ کی بوده است که در غلط است، عقیدش خراب است و کی عقیدش درست است. امروز ملاهای تاجیکستان سنگ میزنن که مرتدین، مشرکین، ناصبین، خوارجین، معتزلین، همه و خودشون هستن. عقیده اهل سنت و الجماعه، البته ما این گپ رو نگفته هستیم، همون طالب علم و علما، مثلا طالب علم و علما، مثلا کسانی که میگن ما علم هستیم، طالب علمایی که در تاجیکستان از خوندگی هستن، ما نگفتیم که همه آنها کافر هستن. این تهمت کرده سادید شما. مانند تو که عقیدش واضح و روشن شده است، عقیدش باطل است و به شرک و کفر غوطه زده است، ما مانند شما رو میگوییم که البته مانند شما مسلمان نیستید میگوییم و دلیل ها رو هم برای شما آوردیم. نگویید و در بعضی از سخنهایتون میگویید که شما مردم تمام تاجیکستان رو کافر میدونید. سبحانك هذا بهتان عظیم. الله پاک است، این بهتان بزرگ است. بختری ما تاجیکستان رو، تمام تاجیکستان رو کافر نگفتیم. این تهمت است برای اهل توحید، برای مسلمین، برای طالب علمای اهل توحید این تهمت است. ما کسانی که اسلامی او آشکار شده است، نماز میخواند، ریش دارد و سطر دارد و در مسجد نماز میخواند، ما اهل سنت و الجماعت ظاهرا حکم میکند که اینها مسلمان هستند تا آن زمانی که عقیده او معلوم نشود. اگر در عقیده او مثلا کفریات و شرکیات باشد، بس ما میگوییم که در عقیدهش کفر و شرک دارد و ما این رو دعوت میکنیم که از این عقیدت بازگرد، که این شرک و کفر الله سبحانه و تعالی وقتی توبه نکردی البته در جهنم میسوزی. معتزله، خوارج که ما را تهمت میزنند در حال خودشان میشناسند و هم خودشان هستند. پس از جوانان ما گولی یولا نخیرین. ما در تهمت کرده سودین، میگوین که شما خودتان خوارج هستین، خودتان جهمی هستین، نمیدونم خودتان ناصبی دیگه چیز هستین. ما الحمدلله عقیده ما واضح و روشن است، مانند آفتاب برین واضح و روشن است. بختری این سخنهایی که بیهوده هست نزنید که برای شما یگان فایده نمیرسد. حقی که هست حق بیان کنید. الحمدلله امام اعظم، شما نگاه کنید، فقط لقب امام اعظم که نامش نعمان ابن ثابت رحمه الله با لقب اعظم مشهوره، تنها عمر ابن خطاب، عمر فاروق اعظم که لقب عمر فاروق اعظم بود. باز یک بار دیگر با همین سخن خودمون رو تکرار میکنیم که شما باختری در مذهب امام ابو حنیفه نیستید. نگویید این کارو، نگویید که من در مذهب امام ابو حنیفه هستم. تا اون روزی که عمل کنید، تطبیق کنید مذهب امام ابو حنیفه رو، با میگوییم که شما در مذهب امام ابو حنیفه هستید. ما در مذهب امام ابو حنیفه هستیم، اهل سنت و الجماعه. ما اهل توحید، اهل مسلمین و مؤمنین ما هستیم در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. دیگر ابو حنیفه دیگر اون امام با لقب اعظم نیست. ابو حنیفه حنیف یعنی راست. امام اعظم را بارک الله فیکم شما نظر کنید، آیا امام اعظم یعنی امام بزرگ، امام بزرگ ما البته محمد صلی الله علیه و سلم است اولا، و دیگرش مثلا فقط این همین نام رو خودتان مانده هستین، امام اعظم گفته خودتان مانده هستین، در همون گوییم کسانی که خودشان رو عالم میگیرن همه ها مانده است در تاجیکستان. آیا در مثلا در دیگر دولت ها میگویند که امام اعظم گفته؟ البته نمیگویند امام اعظم، امام ابو حنیفه میگویند.
امام ابو حنیفه میگه. شما خودتون این نام رو مونده هستین. امام اعظم یعنی امام پیشوای بزرگ امام این محمد صلی الله علیه و سلم است. کسی که در امام ابو حنیفه است، در مذهب امام ابو حنیفه کاری آنها هست. امام ابو حنیفه حق است مذهبش، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل همش حق است. 4 مذهب. یعنی راست. امروز بخیلی و دشمنی میکنند. علمای تاجیکستان مرتدن، مشرکن، مردمی تاجیکستان کافرن. خطا کرده است. این گفته است که مردم تاجیکستان کافرن، تهمت کرده است. سبحان الله. از الله مگر نمیترسی؟ روز قیامت چی میگه؟ من از گیرابی اگر توبه نکنی از گریبان تو من روز قیامت میقبم. که الله انا همین تهمت کرده بود. و ثواب البته تو اگر توبه بکنی البته ثواب میگیری، اگر توبه نکنی از تو مگر گناه اهل توحید برای تو است. سبحان الله. توبه بکن. کافر و مرتد و مشرک شمایین. عالم ربانی و حقانی، عالم متبحر، عالمی که از حدیث بخبره تفریقه نمی اندازه در جامعه. سبحان الله. به این سخنهایش البته خنده هم میگیرد آدم، خنده هم میگیرد، لیکن البته خودداری میکنم. این گفته شده است که عالم متبحر، عالم حق تفریقه نمی اندازد. تفریقه رو شما انداختید. تفریقه رو شما انداختید. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول. اگر شما در یک مسئله کشاکشی کردید به سوی قرآن و سنت بازگردید. امروز که شما به سوی قرآن و سنت باز نگشتید و سخنهای گفته ایستادید از شکم خود گفته ایستادید و ما به این سخنهای شما راضی نیستیم، چون که سخنهای شما فقط شرک است و کفر است. چگونه ما یک امت شده میتونیم؟ شما باید توبه بکنید و به گروه اهل سنت و الجماعت بپیوندید که این قرآن و سنت است.